من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار میبرن. در کشور ما بود که فقط برهوت بود. باری این آقا اومده سخنرانی خیلی خوبی کرده. فعلا من به شما قول میدهم این چیزی که عرض میکنم در جهان هر اتفاقی میفته، این عرض کنم فاشیست کوچولوهای عهد پهلوی میخوان همشون به نفع روزگار پهلوی مصادره کنن. آقا ببینید مصر اسلامی شد و فلان شد و اینها، و یادش بخیر اون که چماقش 3 متر بود. آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم از دست آخوندها، خون به دل ما کردن، دوباره از چاله به چاه. قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگم، شما ضمنی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید، ما رو تصحیح کنید. آقا کودتاچی هستن، یعنی کودتاچی رو از در بیرون میکنی از راه میاد، از راه بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتاچی بودن اینها، با کودتای خارجی آمدن برا. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی است. چگونه کودتایی است؟ از طریق مردم که میسر نیست. بلکه خدا کنید چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن، اینا رو بکشن ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست. از حرفای این آقا پیداست، این نمایندش. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از بام تا شام مشکل توضیح دارن. اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاچه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکسای اینا رو به شما نشون میدم، این ژنرالای 4 ستاره شو بوبولی انگاری گارسون رستوران ها هستن. خب ژنرال پارتی بودن دیگه. اینا ژنرال شب عرقخوری و قمار بودن، ژنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض میکنن که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم میشد اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذشته. ژنرال که حواسمون باشد که در یک بزنگاهی دوباره به چا نندازن بار. نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم، از خواندنی‌ها. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود 2 تا. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما؟ یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اسفانی مردم پیتوکن؟ بله اینجا یک جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2 مردم ایران تپاندن، اونا پشت سر هر یکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی‌ها بوده ها، آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن. اینم سرهنگ سیامک تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی‌ها این مرد که ملاحظه می‌فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان. یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی‌ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید
اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله، اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی ادامه دکتر؟ این تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یه کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یه کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی آخه. کجا گاندی مثل تو بود؟ تو فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشاهده سفیهن دیگه، اینجوری فکر میکنید؟ آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض اینکه حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خاضع باش، کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنین پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاه که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونشو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی؟ پدرت میگه چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه. پیش جدایی طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدایی طلب. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آموزش. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشینیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همتون خلبانی فقط بلد بودید. سنتون هم گذشته دیگه بخواید خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ و داوطلبانه خودم را در تیررس و کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چه میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری شما. فوکس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با سیاه‌ها آیا به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی‌دست به ریش پرخون حبیبین مظاهر شما رو کاری ندارن. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری نداره. خیالتون راحت باشه، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع می‌شدن، شاید بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچین که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چرخدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواست شما رو بکشه از بین ببره. کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20مین زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی. کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی، در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم
من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم سالی هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. واژه روشنفکر رو پدرش میگفت انتלקتوال یا انتלקتوال به فرانسوی. اینتלקتوال‌ها یعنی روشنفکرها رو میگفت انتלקتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیتایی که در مشروطه مبارزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد، یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنین 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جاده درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت، کسی جرئت نمی‌کرد که با ایشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این ساواکی معروفشون آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد. نه یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگویی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا. بله، مردم را تا حد آموزش بده. یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این شاه پرستاست. یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی. قذاق تو دانشگاه جامعه مدنیه و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت 1000 بار آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو دره. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره. یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به دره، دزدان ریختن سر مرد. حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو آورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته دره. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقا این پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدم که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد. اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من باید که ادوایزر ایشون باشه. پهلوی فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور را ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده‌های میلیونی به خیابان‌ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه آوردن، 8 روز وقت خواست چون سردرگم بود. جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که در ایران چه پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای ژنرال وایزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدونی؟ از سخنان سپهبد ربیعی که حالا من واقعا توهین آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که 5مین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما
بیرون کشیده. صحیح است که اینطور اینگونه بگوییم پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش 1 ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من میگم. البته بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلاب